سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. خب دوستان، فعلا در راه مزار شریف هستیم. امروز تصمیم گرفتیم یک چکر کوتاه به مزار بزنیم و گفتم از مسیر راه سفر گرفته تا گشت و گذار در شهرها و زیارتها همش را با شما شریک سازم. فعلا در راه هستیم. از داخل موتر که نگاه میکنید هر طرف یک منظره و یک حال و هوای خاص خود دارد. مردم به هر کدام دنبال کار و زندگی خود هستند و همین چیزهای ساده سفر ما را قشنگتر می‌سازد. انشالله وقتی به مزار رسیدیم کمی در شهر گشت میزنیم و زندگی و کاربار مردم دیدن میکنیم و بعد هم میرویم طرف زیارت. من کوشش میکنم لحظه های جالب این سفر را برایتان ثبت کنم تا شما هم حس کنیم که همراه ما در سفر هستیم. پس دوستان تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و ببینیم امروز در مزار شریف چی میگذره. دوستان حالا رسیدیم داخل شهر و کمی پیاده گشت میزنیم. در مسیر به دستفروش‌های کنار سړک رسیدیم که هر کدام مصروف کار و زحمت خود هستند. یکی میوه میفروشه و یکی چیز دیگه. شاید صحنه ساده‌ای باشه اما پشت همین بساط‌های کوچیک زحمت و تلاش زیادی نهفته است. گفتم چند لحظه از حال و هوای واقعی شهر را با شما شریک سازم. خب از هتل بیرون شدیم، پس حرکت کردیم طرف زیارت. بریم داخل زیارت ببینیم چه چیزای قشنگ منتظر ما هست.
خب سفر امروزی ما هم به آخر رسید. از مزار شریف و روضه حضرت علی دیدن کردیم و چند لحظه قشنگ را با خود یادگار گرفتیم. امیدوارم از این سفر کوتاه لذت برده باشین. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتان.